هستم بچه خیلی خوش اومدید به ویدیوی جدیدمون. بچه امروز قراره FC بزنیم. بله امروز قراره FC بزنیم، بریم FC بازی کنیم ولی با یه قانون خفن. بچه این قانون بازی FC مون این هستش که ما باید فقط با کاردو باید گل بزنیم، همین، کار خاصی نه. حتی تو شما این بیاد معلومه. این از بچه دوستان عزیز خب دوستان عزیز ما دوباره برگشتیم و میرید چی دوستان عزیز یکم ما باید با دیوان شدن بچه. خب من رفتم اون ور چک کنم ببینم که بدش آقا بس خواهان ما شدیم که ما فقط باید با کاردو باید به اون گل بزنیم، به اون طرف. اگر من بدون کاردو به اون گل بزنم یک گل خودی به خودم میزنم. برو بریم ورد کلاس. خب سراز تاچ کنیم بچه. تلویزیونمون تغییر کرد. آقا دفعه قبلی منچستر رفتیم، این دفعه منچستر میریم. قرمز آبی. اصلا من هیچ چیزی انجام ندادم و قرار افتیپیسیشو بریزم. آماتور پروفشنال ورد کلاس. آقا 4 دقیقه بریم تمام کنیم. خدا وکیلی سریع تموم شه، من پاره میشه. بخش آقا ایساد داغانه بابا، کاوه ایساد بزنم میبینیم. آقا بریم ببینیم چی کاری میتونیم انجام بدیم. بله آنفیلد، همین تیم آشغال که صدا بازن. آقا بریم بریم. آقا داری کم کنیم که صدای منم بذار برسید. چیکار میکنم؟ ای دیدم کنیشم ببینم چی شد. خب هم بده دیگه بچه. اگه فقط صدا دو طرف است واقعا شرمندم، خیلی کرده پرته. اگه صدا دو طرف است من واقعا شرمنده. خاک بر گوره که صافت. بابا گاوه این آلیسون. من چرا پرده تشکیلی رو چرا نداشتم؟ حالا من چجوری با پرده باید من بزنم به این بچه؟ من چقدر بازیم ضعیفه. خواه محمد شانس ندارم من بچه‌اش. من شانس تو زندگیم ندارم. من فکر فقط تو حفظ شانس ندارم. با بعدی با اردو باید گل بزنیم بچه. بس چرا بس در حالی که کردنم. برو احمق بچه. من اگه از این پاختم شما تو کامنت ها بگید من با چی مجازات کنم خودم. آقا ما مجازات کنیم اگه باختم باید به مجازات بشم. من میدم بابا حالنده احمد. خواه برو محمد. بابا کسافت آلیسون اینطوری نیست. خاک بر گورت آلیسون احمد.
که فاصله خیلی سر این تا توی بزنی من بگم شو هالند فیک نه هالند پس هست فیکی که دیگه اون مادره خدافظ با احمق نه لعنت بهت او یا ابوالفضل نمیذارم اردو هم باید بزنیم آقا داور همین که تو واقعیت داور خیلی بود اینو خطا گرفت پس تو جون مادرت واو این گاده بابا تو بگیر جون مادرت جون مادرت اروا احمد چی بکنی دیوان میسیم چی بودی آقا با احمد با بده من فودین یا ابوالفضل جون فاد پرت جون فاد پرت بده من What the fuck مدام اینست که اوه تنتیفه اگه اونه مادرت بابا خاک تو گور کسافتت بگن جمع نمیتونه بکنه بدبخشی به دست این اونه مادرت میگه حمله نکردیم آج خدا رو شکر 100,000 مرتبه شکر حالا محمد خوده محمد حالا محمد بابا ادرسون به اون غولیک تو گاوی ادرسون برو اوتمن ای بابا شانسم هی یعنی خاک بسر من که از این گوشگول باختم اوشگول نیمه دوم بابا این نیمه پنه آخه میشه پدی چیه با کاردو من باید گل بزنم شماره بچه یا فاطمه پالک با هم دیگه طریقه نه بگیر جمع کن یه ذره اون دست یا ابوالفضل با یه گل نمیتونیم ما به اینا بزنیم محمد چونه مادرت این گله بابا گل اوفت کسافت میکشم مثلا آشغال همیسی نه بهترین موقعیت بود توف تو ذاتت بده من یعنی ما این تیمو نمیتونیم ببریم یعنی خاک بر سر من که این تیمو نمیتونم ببرم اون باره که قشنگ خالی کردی و راحت بتونی بزنی تو گل نمیذارم حاجی من دیوانم بره نه آقا من یکی از این ببازم زجره خدایی زجره وای خدا ای بابا کدی گاکو موردن خوبش سلا آرداش پلاسه برو
chance بره بگه آردو بخوریم از این ها اونجا این نتام بگه محمد نه محمد آقا چولا هم بودیم هاردو بزنیم حسابا وای محمد بگه بابا چجوری؟ نه بده من بچه ها جونه ریدم دهنت حالشون ریدم تو دهنت کثافت تو یه توپ آشغالی رو نمیتونی بگیری؟ یونایتد بهتر بود ولی خیلی قوی همونم گل میخورد اشک مرداشویلی من چرا نیاوردم خیلی از این قبول بهتره گول اول اچه کارتو تو زدم ها شان تیمور بچه حداقل ما دو بکنیم بگیم تودو کردیم ای من ریدم دهنم بده بابا آقا کشتی کجه مگه خورو شدم وای ندارم میبازم آفساید آخرین موقعتونه بچه ها دعا کنید برای من بچه ها شما دعا میکنید جواب میده بچه ها چه حیف این کاناستو رو میبینی کلش صاف ها پسی گردنی بشید اینو وسط مثل کاناستو که بیفت این غول بچه غول حالا بچه برما شد بهترین پاس کن بچه ها خیلی ممنون تا اینجا ویدیو همراه هم بودید بچه ها حداقل چیزی بگید که تو خودی با پیدا بشید بچه خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو همراه من بودید چی میخواستم بگم خیلی ممنون که ویدیو همراه من بودید بچه ها تو ویدیوی بعدی بدرود